آقای ستوده سلام. آقا ما یه مقدار از این پولا یارانه اون زیاد اومده بود، تصمیم گرفتیم بریم یه جت بخریم. یه جت 8 نفره خریدیم. من عیال وارم، از اون طرف هم شغلم بنایی صبح پا برا بردن کارجر درد سر داشتیم، اینا بیلا کننجا پرغونه اینا. الان چه خریدیم خیلی راحت شده، فقط یه مشکل داره، ما کوچمون باری چه اکثر همسایه هم خونه هاشون 60 متر 70 متر است. وقتی پارک میکنیم یه بالش خونه این همسایه است، دومبش خونه اون همسایه است. پیروزا روشنش کردیم، این بادی موتوری زد دیواری یه همسایه ریخ. میخواستم خواهش کنم اگه امکان داره این زاینده رو چه به قول معروف 7 سالی 10 روز 20 روز بیشتر تر نمیشه اینه اسفالتش کنن، مردمی جتاش اینجا پارک کنن. حالا برای آبم یه فکر میکنیم. خیلی ممنون از لطفتون، دستتون درد نکنه.